ابو علی ابن سینا در ابتدای فعالیت همین گریه استون حنانه را رد میکرد، میگفت استونی که خشک شده است دیگر یگان بافته و یگان حجیره زنده ندارد، چه خیلی میتواند که گریه کند یا از او آب خارج شود. اما ما باره به شما گفتیم که حالت و ساعت شد که وقتی که شیخ رئیس سینا به چشم خود کرامات بزرگان را دید، کرامات ابوالحسن خرقانی، کرامات ابو سعید ابوالخیر را دید، در کتابهاش من بعد ثبت میکرد. از جمله در کتاب الاشارات و تنبیهات وقتی که درباره اولیاء الله سخن میگوید کرامات ایشان، میگوید زنهار شک نکنید که مجرب است، زنهار شک نیاره که این در تجربه دیده شد. در کتاب اشارات و تنبیهات ابو علی ابن سینا به دست خودش ثبت شده است. ببینید شک نکنید که مجرب است. اگر چند بیچاره شیخ رئیس نصیحت کرد، اما تا به امروز فیلسوفای جاهل احمق از حقیقت دور داریم که بالکل رد میکنن. نعوذ بالله. فلسفه که منکر حنانه است، از حواس اولیاء بیگانه است. قصه عاد و ثمود از بحر چیست؟ تا بدانی کانبیا را ناز کیست. چرا خداوند قصه عاد و ثمود میارد؟ چرا خداوند قصه معجزه های پیغمبراش میارد؟ تا فهمید که پیغمبرها از روی کی افتخار دارند، از روی کی میفخرند، قوت امکانیت چون از جانب کی داده شده است. معجزه موسی و احمد را نگر، چون عصا شد مار و استون با خبر، گرنه نامعقول بودی این مزه، کی بدی حاجت به چندین معجزه. تو میگه معجزه موسی علیه السلام معجزه عصا و معجزه محمد صلی الله علیه و سلم، ببین که چنان یک استون در فراق رسول الله صلی الله علیه و سلم گریه کرد. آخه اگر این چیزی میشد که به عقل اثباتش کرده میشد، احتیاج به معجزه نداشت. کسی او را معجزه نمیگفت. معجزه عمل را میگن که خارق العاده است، او را به عقل به منطق درک کرده نمیشود. یک امر خارق العاده است، سویر خیست تست بینی ایرا چخیل به عقلت درک میکنی، خدا جان تا بگیره. گرنه نامعقول بودی این مزه، کی بدی حاجت به چندین معجزه. آنچه معقول است عقلش میخورد، به بیان معجزه به نیک بد. اون چیزی که عقل قطعی فهمیدش میشود حاجت به معجزه نیست. این که زمین در گرد آفتاب چرخ میزند به تجربه دانسته میشود، چه حاجت به معجزه است؟ این که در 90 درجه آب میجوشد احتیاج به معجزه ندارد، به تجربه دانسته میشود. در 0 درجه آب یخ میکند، آخه این به تجربه دانسته میشود. بر این که 2 کرده 4 میشود معجزه در کار نیست، همین عقل کفایت میکند. آخه این معجزه برای آن گفته میشود این عملها که عقل او را نمیخورد، عقل دیگه به کارت نمیآید. عقل در پیشش مثل خر در وحل باز میماند. خب گفتیم که مسجد سازمان داده شد، بهترین مسجد، یکی از بزرگترین مساجد که پارلمان مسلمانان بود، مکان دعوت بود، تمام مشورت ها در مسجد میشد، تعلیم تدریس در مسجد میشد. و در برابر این با خوابگاهی شخصای بیخانه و در مهاجرینی که بیچاره جایی نداشتن، خوابگاه اونا را هم بود. تا زمانه کسی که خانه و در نداشت می اومد در همون مسجد سرپناه داشت، در همونجا خواب میکرد، زندگی میکرد، نمازش میخواند. واقعا ساختمان مسجد یکی از عملهای بزرگ است که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام داد و در تحکیم دولت اول اسلامی نقش اول درجه را همین مسجد بازید. بعدا برای ادای نماز احتیاج به دعوت داشتن مسلمانان، زیرا در مدینه منوره پهن پریشان بودن. مدینه شهر بود،
او وقتا ساعت نبود، مردم وقتشناس هم کم بودن بیچاره، از روی آفتاب انیق دقیق وقت دانسته نمیشد. بعضی ها بودن که می آمدن در مسجد 2 ساعت 3 ساعت منتظری نماز بشیشتن. بعضیش می آمدن که الکی نماز جماعت الکی ادا شده است. از همین خاطر احتیاج به چیزی بود که مردم به نماز دعوت کند، تعیین کند وقتی نماز را. بعضی ها بر رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشنهاد ناقوس کردند. ناقوس هم میدونید؟ زنگوله، کلوکل. بعضی ها گفتن بیای مثل یهودی ها در قرن یک شاخ دارند، یهودی ها در همون شاخشو می نوازند، همون صدای بوخ از قرن براریم. اما نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین چیزا مقبول نبودند، زیرا تقلیدی به نصرانی ها و تقلیدی به یهودی ها بود، در صورتی که دین اسلام خیلی بزرگتر از اونهاست. شب یکی از صحابگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواب دید. عبدالله ابن زید ابن عبدالربه، ایرا صاحب اذان میگویند، نامش در خاطر تو بگیره. عبدالله ابن زید رضی الله عنه از مردم انصار است. خواب دید که یک مرد سبز پوش، 2 لباس سبز در برش، یک ناقوس بزرگ در سری کتفش گذاشته است و می رود. در همون خواب سوالش کرد: یا عبدالله هل تبیع الناقوس؟ ای بنده خدا، گفت ناقوس هم میفروشی؟ این فروشی است. گفت و ما تصنع بهی؟ چکارش میکنی؟ اگر بالفرضی فروختم تو این ناقوسی کلانه بگیری چکارش میکنی؟ گفت ندعو بهی الی الصلاح، یک مقصد نیک داریم. گفت با واسطه همین ناقوس مردم به نماز دعوت میکنیم که سری وقت بیایند نماز جماعت ادا کنند. گفت افلا ادلک علی خیر من ذلک؟ بخواهی گفت یک چیز تعلیم میتم که 100 برابر از این ناقوس بهتر است. آیا میخواهی؟ گفت در جواب حضرت عبدالله ابن زید گفت آره. گفت تقول الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بعداً گفت و اذا اقمت الصلاة تقول، وقتی که نماز برپا می شود مردم جمع شدن صف گرفتن میگویی الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. این اذان و قامت الحال من گفتم اذان و قامت است که عبدالله ابن زید رضی الله عنه در خواب دید و حضرت بلال هر دی اینا را گفت و این با نام اذان و قامت بلال معروف است و امروز در حرمین همه اذان و قامت بلال را گرفتیان. اما مبادا شما با گمان نکنید که ما غلط میگفته باشیم قامت. ما قامتی که ما میگوییم قامت ابو محذوره است، مؤذن مکه مکرمه. ما اذان مدینه را گرفتیم و قامت مکه را هر در به هم جمع کردیم، انشاءالله رحمت بالای رحمت شده است. برای همین مبادا یگان ذره شک شبهه در دلتون نافتد. از بس که من حدیث براتون بیان کرده استم همون لفظ حدیث آوردم. در موضوع اذان و قامت ما به فکرم 2-3 جمعه صحبت کرده گیم. وقت ای را شنید حضرت عبدالله ابن زید صبح از خواب خیست سراسیمه نزد حضرت اومد. گفت یا رسول الله اینو خیلی خواب دیدم.
حضرت گفت انها لرؤیا حق ان شاء الله. گفت ان شاء الله این رؤیای حق است، این خوابی بر حق است. فقم مع بلال فالقی علیه ما رأیت فانه اندى منک. همراه بلال گفت خیزی روی و همون چیزی را که شنیدی به حضرت بلال تلقین کردن بگیر، زیرا که صدای بلال از صدای تو بلندتر و فورمتر است. از آن شخص میگه که صداش فورم باشد، صداش زیبا باشد، از آن به این زیباگی ببینه. با تمام عالمیان اظهار میکند یگانگی خدا را. خاتم النبوت بدن محمد صلی الله علیه و سلم همه را در جای خودش میشنانه که بزرگی و عظمت و کبریا خاصی خدا هسته و هر روز 5 بار مسلمان ها از این نعمت بزرگ برخوردار هستند. پس باید که ما از این شخصی رمانیم برادرای عزیز که صداش زیبا و فورم باشد. وقتی که صداش هم برارد مردم دلشان گم بزند، میل به سوی مسجد داشته باشند. همون مؤذینایی که در یک جا وظیفه و منصب فخری دارید، اگر صدا تو فورم نیست یگان خاری بچه را بگه که بیا از آن بته. باور کنه واقعا این خونه سوختن منصب و وظیفه بسیار شیرینه، بسیار مردم میل محبت دارن، اما اسلام بزرگ است. اگر انشالله همین کار ما و شما کردیم، انشالله پروردگار اجر و ثواب را که بر مؤذینای خود عطا میکند که فردا روز قیامت از همه بلندگردنترین مردم هستند، سربلندترین مردم هستند، انشالله ما و شما را به هم طریق میکند. زیرا این از آن شعار اسلام است. از آن باید بسیار زیبا باشد، بسیار دلربا باشد، بسیار با صدای یک رنگ یک نواخت و خوشرویی که به دل کسی نزند، به مغز کسی اصابت نکند گفته شود تا مردم راغب شوند، میل رغبت شو زیادتر شود. صدای خنک مردم میرمونه، مردم میگریزونه. برای همین شعار اسلام باید زیبا باشه، زیرا اسلام خودش دین زیبا است. حضرت مولوی یک قصه داره در مثنوی، انشاءالله هم قصه را بیان میکنیم و بعد وقتی دعا کردن هم شده است به همین به صحبت حسن خاتمه میبخشیم تا هفته دیگر انشاءالله. حضرت میگوید یک مؤذن داشت بس آوازی بد، در میان کافرستان بانگ زد. یک گروه مسلمانان در دارالحرب زندگی میکردند، در مملکت کافرها. بعد هم یک مسجد داشتیان و نماز میخواندیان، یک مؤذن جوانور داشتیان، همون را تاکیدش میکردیان که تو آواز تا بلند نکرده دوری مسجد از اون بته کفایه های. چند گفتندش مگو بانگی نماز که شود جنگ عداوت ها دراز. نصیحتش میکردن که خدای نکرده با ای بالای میزنه از آن نگوی که همین صدای تو سبب جنگ نزاع با کافرها و مشرکان نشود. او ستیزه کرده پس به احتراز، گفت در کافرستان بانگی نماز. یه روز وقت میعاد قلعه یافتیش که نبود بالای میزنه برمده با تمام آواز نعره زد. خلق خایف شد ز فتنه عامه، مردم همه در ترس تعلقه قدیدن که حوز یگان گب می شود. خلق خایف شد ز فتنه عامه، خود آمد کافر با جامعه، شمع حلوا با چنان جامعه لطیف، هدیه آورده بیامد چن الیف. پرسان کان از این کو کجاست، که صلا و بانگ او راحت فضاست. همه در ترس تعلقه در مسجد جمع شدیم. ناخواست یکی از همون کافرها آمد، یک جامعه فسان در دستش، شمع گرفت. از شمع بسیار قیمت بها بود، چراغی عصرهای پیش بود. با این قدر حلوا گرفت است برای دهن شیرینی هدیه آورده است. بگو همون مؤذن کو در آوازش جانم هدیه آوردمش. این قدر آواز شیرین داشته است، این قدر آواز مقبول داشته است.
مردم حیران شدن که سبحان الله از آواز این پرنده ها میتورن این خیلی شده است که به این مردک معقول شد. با شرح میتن دختر دارم لطیف و بس سنی، آرزو می بود او را مؤمنی، هیچ این سودا نمی رفت از سرش، پندها می داد چندین کافرش. یک دخترچه دارم گفت، بسیار دخترک صالحه، همین یک محبت اسلام در قلبش پیدا شده است، همین قدر که راهبا و کشیش ها و اپیسکوپا را خانه میارم ضیافت تشکیل میکنم که میره نصیحت کنه، هیچ از گپش نمیگرده، میگه من مسلمان میشم. هیچ این سودا نمیرفت از سرش، پندها میداد چندین کافرش، در دل او مهر اسلام رسته بود. همچه مجمر بود این غم من چه دود. این اسلام اینقدر زیبا است، اینقدر گوارا است که در قلبی همون دختر میگه به درجه ریشان دختر بود که دیگه درون با درون می سوختم، ای بنیام دود و می برومده، علاج نداشتم، چیکارش کنم باقی دختر مای. هیچ چاره می ندانستم در آن، تا فرو خواند این مؤذن آن از آن. در فکر بدم، در اندیشه بدم که چیکار کنم که یک وقت آواز این مردک بلند شد، آواز این مؤذن. گفت دختر چیست این مکروه بانگ، که بگوشم آمد این ده چاردانگ. در همه عمر این چنین آوازی زیشت، هیچ نشنیدم در این دیر و کنیشت. دختر تلخ کف شد میگه، گفت سبحان الله این چی صدای خنکای، 15-16 ساله شدم در حیاتم این خیل آوازی خنک، این خیل صدای گوشخراش نشنیدم، این چی بود؟ خواهرش گفتش که این بانگ از آن هست اعلان شعار مؤمنان. اپش همونجا بدست گفت این آوازی از آن های مسلمان ها همدیگر را به نماز دعوت کردستیان که بیایی نماز بخونیم. باورش نامد، بپرسید از دیگر. دختر قبول نکرد، گفت شما دروغ میگین. نه خب اسلام با این زیبایی، با این پند نصیحت ها، با این تعلیم، با این قرآن جذاب شیرین، همین خیلی با صدای ناخوش صدا که کنن مردم دعوت کنن به نماز. باورش نامد، بپرسید از دیگر. آن دیگر هم گفت آره ای پدر. یک کسی دیگر پرسید، او گفت جانی پدر راست میگه، همین آوازی از آن است. مسلمان ها هم دیگر را صدا کرده ایستیان، با دعوتی به نماز کرده ایستیان. چند یقین گشتش رخی او زرد شد، از مسلمانی دل او سرد شد. وقتی به یقین دانست که همین حقیقتا از آن بوده است، دیگر رغبتش تمام شد، دیگه همون میل رغبتی که در قلب داشت دور شد. راحتم این بود از آوازی او، هدیه آوردم کنون آن مرد کو. برای همین آوازی ای را من دوست داشتم میگه، اگر خدا بگیرش ای آوازی ای خر میتوره. سبب خشنودیم همین است، برای همین هدیه آوردم. کجا هست اون مرد؟ گر به مال و ملک ثروت فردمه، من دهانش را پر از زر کردمه. اگر گفت قسم به خدا بوی میشیدم، دهانش پر طلا میکردم. به حضرت مولوی نصیحت میکنه، هست ایمان شما زرق مجاز، رازن مانند آن بانگ نماز. هشتانه در سر تو بگیره مسلمان ها گفت، نه که همه ایمان اسلام شما را مثل همون نمازی، همون شخصی بد صدا خنک صدا زرق مجاز باشد که مردم از اسلام بتورانه. ببینه که فاسقا و فاجرا دایم چی طعنه میزنن، نماز خانه دیدیم فلان کار کرد، اهل مسجد دیدیم فلان کار کرد، همه را در روی ما میکشن. باید اهل مسجد، اهل نماز چنان رفتار و کرداری داشته باشند، چنان آداب و اخلاقی داشته باشند در همه جا. خواه مکان جای جمعیتی است، خواه جای کار است، خواه مکتب و مدرسه است، در هر جای باشیم همین خیل ادب از خود اظهار کنیم که بی نمازا شرم بدارن.
به نمازا را ذوق کنه، بگن که سبحان الله اگر ما هم نماز میخوندیم شاید صاحب همین خیلی ادب میشدیم، شاید خدای تعالی ما را همین خیلی هدایت میکرد. هست ایمان شما برق مجاز، راهزن مانند آن بانگ نماز. حضرت عبدالله ابن زید همراه بلال رضی الله عنهما آمدند، یک دیواری بلند بود، حضرت بلال بالا بر آمد، عبدالله ابن زید یک کلمه به کلمه از آن براش تلقین کردن گرفت و بلال با صدای خوش شیرین و گوارا و طنین اندازش بار اول در تاریخ اسلام از آن از برای مسلمانان اعلان داشت و صدای شیرین و گوارای از آن تمام فضای مدینه بلکه فضای تمام دنیا را با خود پر کرد. همه وقت حضرت عمر در خانهش بده که نو طهارت کرده است، میخواست مسجد بیاید که صدای از آن همون کلمه های اولش در گوشش زد. دیگر ریداش بر زمین کشیده به طرف مسجد تاخت. آمد گفت یا رسول الله والذی بعثک بالحق لقد رأیت مثل ما رأى. ای حبیب خدا، گفت قسم به خدایی که تو را به پیغمبری بر حق مبعوث کرده است، همه چیز ما هم در خوابم دیدم. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت فلله الحمد. ابن هشام در سیره خود آورده است که این از آن از جانب یک صحابه هم کافی نیست، به وحی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده بود و عمل صحابه ها و خواب صحابه ها باز یک تحکیم دیگری بر بالای آن شد. زیرا وقتی که حضرت عمر این سخن به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید، حضرت در جوابش گفت یا عمر قد سبقك الوحی، قد سبقك بذلك الوحی، پیش از خواب تو گفت وحی بر من آمده بود. متاسفانه وقتمون تمام شد. انشاءالله در همینجا به سخنمون حسن خاتمه میبخشیم.